اومدی به یک ویدیو جدید. من امیررضا پرو هستم. امروز قرار ما که سروایور بریم ببینیم چیه اسم مایکرافت رو. حتما کانال من دنبال کنید، سابسکرایب کنید، فقط ساب کنید، لایک کنید. لاما ببینم لامای خوشگل منه. میان اینجا هم ماشوشتون کنم. خدای میان خدا نگهدار. میان ماشاءالله. خدا قوت. خدا قوت. گرافیکشو بزن. امیر بابا مردی بزن. یا اول بعض اسرائیل رو ملاقات کردیم. خدا نگهدار. نه هر کاری میکنی بزن. آها خودت هیچی کار نکرد. خب از این شروع کنیم. از الان دیگه شروع شد. یه تابستون یه چالش 30 روزه بزنیمش کنیم. یا قبل فرد میکنی یه کامنت بزنیم بنویسین آب. نمیدونم چرا گفتم ولی بنویسین آب. یه کلمه انگلیسی هم بنویسین هر چیزی دوست داشتین. بریم چوبامونو که سیستم لگه بخاطر من 2 ساعت پیش CNC ترکوندم و کلن سیستم کنه ولی گوشمون لگه. بازم 10 تا شد دیگه میریم. خب بریم غذا مزه برگردم. ماب کشی چی بکشیم؟ سقاله 3-4 تا هم استیک بگیریم. حدود 20 تا استیک گرفتیم دیگه. میخوام ماب کشی کنیم. عروسک کشی کنیم. دسته گل وسیله همو بزرگ میکنم. خیلی زود. ماب کشی بذار تبر بزنشون یا ابوالفضل. من آمدم ماب کشی ما سفته کجایی یا ابوالفضل؟ گیلک 4 دقیقه شد. خب بچه نگاه کنی این دزرتش فرق میکنه. این دزرتش این رنگه. اونشو من نمیدونم ولی خدا نگهدار. یا ابوالفضل خدایا ازت شکر میکنم. ماچ به کلت. حدودا 4 دقیقه بودا. گوسفندم پیدا کردیم ماشاءالله به خودمون.
مگه اینجا تخت نداره؟ اینجا رو باید بکنم بیاریم پایین. تو رنگ بود گیر نکن. یا به فضل با این بزنم بکنم. خب کندمش دیگه هیچکی ناراحت. بس. خب اولین ویلیجر لوته مثلا خوبی نداشت. بریم ویلیجر. بچه اینجا ویلیجر قدیمی شده است. آره آخه اینجا ویلیجر زامبیه. زامبی چه؟ زامبی چه؟ چه سال؟ زامبی یا مثلا ببین بیا اینجا شو. میخوای گیرس بندازم بزنم؟ هم تو هم راحت تر میشی. بیا اینجا نه ترسا راحتم. چی شدی مرزی آفرین؟ اینجا من میگم ویلیجر حالتی ها شما اگه نه این الان این ویلیجر چطوری نمیسوزه؟ داشت سلام اسماعیل رو ملاقات کنیم غذا بخور بابا. کوفتش کردیم همه رو. غذا مزاتون چیه؟ اینجا من گزا چقدر این ویلیجره. یه لحظه بچه ها این رویش هم یه ویلیجر دیگه. بچه متوسط امروز هم اینه که باید ویلیجر پیدا کنم و باید میتونه 2 تا ویلیج پیدا کنم. ویلیجر هم مهمی نداره لوتشون نکنیم فقط باید چیزش هم کنیم. من میگم شب میشه ازایی ما رو مراحفظ میکنم. بذار با این بکنم با این خیلی سریعتر میشه. بذار با پیککس هم بکنم هوا طوله دیگه. همه رو بده من. همه چیه داری رو بده من. ای ویلیجر اکسپوز. یا ابوالفضل بچه ها اینجا متروک هست ولی غذا مزاش تورو به چی اسمشون؟ من همینجا خونم رو میکنم. این نمیدونم به چی کاری میخوره شما همین کانتا به من میگن هرچی ایزرائیل هم ماشالله خدا رو بر ماشالله خونه خدا وکیل سال کنیم با اول بس فکرم باید بگم پیکاب بخوابم. با اول بس کریپر اینجا زیاده. کریپر زیاده. یکم ببینم فکرم سمت من برم داخل خونه بخوابم. فکرم اینجا تخت داشته باشه. غذا اینجا چه عالی. چه پرتقالی. چه عالی چه پرتقالی بابا. اون چستش هستی. نمیدونم چون اینجا اینقدر مسروکه. دایمید عشقم به دایمنده. 5 تا باکت سیب موندل کرت نمیدونم. یا ابوالفضل چقدر خفن پای خفنی دار. چست بچه اینجا این دزرت چیه؟ مسروکه هست چیه؟ کنم بسازه آره ببینم بکنینو. مسخره گیر آوردی.
نگاه کن من با چوخی مخو حالی میرسیم اصلاحش هنه شد اصلاحی را بودی بودم بذارم اینجا میپریم بالا چی میخواستم بسازم؟ تق تق بسازه یادم میره زیر 10 دقیقه که نه 10 دقیقه شده من در تو چند باز کردم خیلی بلدم یه دونه از اینا بسازیم چالی میگیم چالی گفتیم چالی این میذاریم اینجا فریسین فورسین به همین سادگی از اون در اومدیم اگه کاری هم داشت داخل کامنت رو بگی من دلیلش رو بگم چرا یا اولفز کی داره منو میزنه یا اول اینجا یه متروکه نیست بخوابم صبح فقط گندلته بگیم گندلته بگیم هم ما که وقت برام گندل بده اینجا هم غذا مزه داریم ولی اینم غذا کنیم دیگه 64 استک اینا میشه 64 استک اینم میشه 64 تا استک با چی فکر کردی اینم میشه 64 تا استک نمیشه اینم چستش هم بکنیم دیگه با چی بکنیم میگی چرا تو نمیری بیرون تو ما که از سروایول نیستی خیلی هم هستم اگه این بخوابونه منو بخوابم دیگه اسکیرم مشکل داره بذار باید برم بیرون بخوابم ما که رفتم امروز با ما نسبتا لچ کردم به حرف میزنم سلام زامبی همه یا اول فست برو کنار بابا خیلی راحت پیدا میشم چقدر آن زامبی ولی کنم یا اول فصل چرا اینقدر زیادی شما بچه چرا شمی افتادارم این شما برم بوده که کجاست برو کنار خردن یا برو کنار خردن یا اول فصل یا خدا و اینم وسایلم کجا افتاده کسی برداشته باشه من میدونم اون مهمی نداره اندرمن دراگون باشه اندرمن باشه اندرپیل باشه هر چی باشه با هر چی که داره میکشمش کجا بود خدا چی گیراش همونجا بمون
غذا مزه هم این ویلیجر زیاد داره. غذاش هم بازم برمیداریم کی به کی. غذا اینجا هم داریم که زنگوله بزنم شاید چیزیشون باشه. چیزی شد؟ چیزی نشد، فقط نه برعکس میفهمم من کجایم. فراز شوخی نکنم. میگم برو میزن انقدر میزن تو دمج آکسفورد دمج رو بخوری. دمج اصلی سوفوز رو بخوری. ای فقط تو رو خدا که لحظه بچه ها مجبوریم چیت بزنیم. مجبوریم چیت بزنیم. یه لحظه من چیت همون شروع کنم. اسلای بچه فقط مایکرافت دیگه ما بازی کرده بودیم حدود 2 سال که نه 2 ماه پیش بود اینا. من یادمه شما بینم یادمه یادتونه. من چون که چیترم پیدا کردن ویلیج راحت است ولی از این وره غلط کردیم. از این وره کدام نه این ورم نیست. مسخره گیر آورده. بچه ما اصلا چیت نمیزنیم. اینا احسان خداونده. من چیت بچه اونا احسان خداگر بود که کمک کرد ما بیارم اینجا. شکر از خیر سامان چطوری؟ درشو کنم از این طرف چند تا تخت رو همه 1 2 3 4 یا بس تو اینو اینجا کلی گرد غذاشون رو لوت میکنم. بابا چی فکر بچه ما شرف با من لچ کرده. لطفا کانال سابسکرایب کنین. من کنم فقط ساب کنین. چیترم یعنی میسید رسول رفت چیت میزنه. من که در واقع چیز نیستم چیتر هستم. خیلی چیتم خوب هستم. چیتم که نمیده شیلتی میتونم شیلت نمیتونه آهن دارم یا اول فصله بچه ها سری ما که فلای جدید میشه بگین چرا اینا انقدر زیادن تموم نمیشن. یا اول فصل چششو دوست دارم نگاه کنم. بچه ها حتما کانال رو سابسکرایب کنید. این ویلیج فقط زامبی داشت. یا اول فصل رو میزنی من نزن بزنی همه جسم میشه. مسخره بازی بچه من 20 ویدیوی جدید
جدیدم که قرار شروع کنم. به زودی تا ویدیوی بعد از بریم مایکرافت جدید. وای وای پارت دوم مایکرافت. وای وای.